آرام نشسته بودند و نشخوار می کردند. آرام نشسته بودند و نشخوار می کردند که ما رسیدیم، آنها را دریدیم. و بعد کسی گفت آنها خدایان ما بودند. با ضربه ای از تیش چشم ساختیم، با ضربه ای دست، با ضربه های خود خدایی ساختیم تا ما را از ضربه ها محفوظ دارد. قسم به آتش که فقط خدای من نسوخت، خدایان آنان چوبین بود. خدایمان که غروب کرد تا سحر اشک ریختیم و ماه پرستان به ما نیشخند زدند. خدایی گفت بخورید، خدایی گفت نخورید، خدایی گفت بنده باشید، خدایی گفت آزادید، خدایی گفت بمیرید، خدایی گفت بکشید. در همه خدایان من بودم که گم شدم. پیری از راه رسید تا غروب بر سنگ نشست و با نجوا گفت ما بین این همه حرام زندگی چه مکروه است. ما فریاد زدیم خونش حلال.